خانم دکتر، من هر کاری که میکنم خاطرات گذشته باز میاد سراغم. چی کار باید بکنم؟ میدونید چرا خاطرات گذشته دست از سر شما بر نمیداره؟ میخوام در مورد یه نقطه عمیق امروز بهتون بگم. ببینید، زمانی که ما میشینیم به صورت خودآگاه به اتفاقات و خاطرات گذشته فکر میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ فرایند دوم خاطرات اتفاق میفته. یعنی چی این فرایند دوم خاطرات؟ یعنی اینکه ما میشینیم به صورت خودآگاه، یهو دلمون تنگ میشه، میشینیم به اون خاطراتمون فکر میکنیم، اتفاقایی که افتاده، حرفایی که گفتیم و شنیدیم، جاهایی که رفتیم. یهو به خودمون میگیم وایسا وایسا، صبر کن، اون آدم رفته، تموم شده دیگه، هم تو قرار نیست بهش فکر کنیم. خیلی خوب، ما میایم هوشیارانه اینجا یه استاپ میدیم، اما چه اتفاقی میفته؟ ناخودآگاه ما داره اینو مرورش میکنه، یعنی این میره توی ناخودآگاه ما. اما اگه ما بخوایم که ناخودآگاهمون رو هم کنترل کنیم، باید چه کار بکنیم؟ اولین کاری که میکنیم، باید وقتی که به صورت خودآگاه، وقتی که خاطرات میاد بالا، همون لحظه اولی استاپ بهش بدیم. صبر کن، وایسا، اون آدم رفته، تموم شده. یعنی ما میایم در واقع حجم کنترل شده افکارمون رو به دست میگیریم و یواش یواش وقتی که ما همون لحظه اول استاپ رو میدیم، دیگه این خاطرات بالا نمیاد، یواش یواش کم رنگ میشن و بعد از یه مدتی هم فراموش میشن.